ببینید این قطعا پروتکتر داره، این دیگه محافظی چیزی دعایی بهش وصل شما الکی سرتون رو نندازین به خاطر یه ویدیو برید این جای عجیب غریب فیلم برداری بکنید. بسم الله. نگاه کن الان داره میره وارد خب مسجد میشه. این مسجد من نمیدونم مال کیه، اصلا معماریش مشخص نیست مال چه دوره‌ایه، چرا اینجا متروکه شده، این روستاه تاریخچه‌اش چی بوده، چرا اینجوری شده، چه اتفاقی واسش افتاده. ببین تنها شانسی که این دوستمون آورده اینه که نه هر جنی هست اینجا مسلمونه، این جن کافر نیست. اینم دائما داره بسم الله میگه و دعا میخونه. این اصلا داره ازش مراقبت میکنه. ببین محرابه بهش نمیخوره خیلی هم قدیمی باشه، اصلا دیگه نهایت 30-40 سال پیش 50 سال پیش، مگه اینکه این مسجد و یا کل این روستا رو جای بدی ساخته باشن، روی مثلا منطقه جنا بوده یا قبرستون جنا بوده. این خیلی دل و جرأت داره. اصلا من نمیدونم این مصری‌ها جادو جنبل و جنگیری و این کارا اصلا تو خونشونه لعنتی‌ها. مطمئنم اینجا خیلی داستانا داره، ولی این شانس آورد. منطقه‌ای که جنای مسلمون هستن، این خودش هم مشخص مسلمون مسلط هم است به قرآن و دعاها. نگاه کنید چقدر با تسلط و قشنگ داره دعا میخونه. شما اگه نمیتونید نرید، تو رو خدا نکنید از این کارا. الکی به خاطر یه ویدیو جون خودتون رو به بازی نگیرید. یه بلایی سرتون در میاره به مرگ راضی میشید.